و یه دکمه هم که واسه آژیره. و این نماییه که وقتی پشت فرمونین میبینین شما این آمبولانسو یه سری تجهیزات داره که بعد این دستگیره رو که فشار بدیم برانکارد کامل روی زمین. امروز میخوایم ببینیم با هم داخل آمبولانس ها چه خبره. اول کابین جلوشو با هم بررسی میکنیم، بعدم میریم کابین عقب و تجهیزاتش. با من بیاین. این آمبولانس تویوتا هایس و شرکت مداسا اومده اونو تجهیز کرده، تجهیزات پزشکی رو روش سوار کرده. حالا اول بریم کابین جلو رو با هم بررسی کنیم، بعدم میریم کابین عقب که خیلی جذابه. چو بذاریم یه استارتی بزنیم. برای استارت زدن کلاج رو باید تا ته بگیریم و بعد استارت میکنه. این نماییه که وقتی پشت فرمونین میبینین این کیلومتراشه. یه سری اینجا دکمه داره که واسه کنترل کردن مانیتورشه و دکمه های بغل که معمولا تو همه ماشینا هست و آینه بغل و جالیوانی و اینکه این ماشین 6 دنده است، یعنی ما تا 6 داریم و دنده عقب بخوایم بزنیم ما اول کلاج رو میگیریم، بعد اینجا یه بیلبیلکی داره اونو باید بالا بگیریم و بعد دنده عقب بزنیم که بعد توی مانیتور میبینیم کامل عقب کد مشخصه و فاصله ها اینا رو به ما نشون میده. حالا جالبه که اگر ما این دکمه رو اینجا نگیریم و همین حرکت رو انجام بدیم دنده 1 میره و اینم از دندهش. اینجا یه سری دکمه داریم که حالا کولر بخاریه، نمیدونم تنظیمات دیگه‌ش خب زیاد حالا به دردمون نمیخوره. یه سری وسایل ما اینجا تو کابین جلو از تجهیزات میذاریم، دستکشو با ماسک. این دستکش و ماسک که ما میذاریم برای اینکه هر چه سریعتر ما در طولی که داریم میریم مأموریت اینا رو بپوشیم که سرعت رسیدن به محل فوریتمون دیگه اون موقع معطل پیدا کردن دستکش و ماسک نشیم. یعنی ما همون موقعی که داریم میریم سمت محل فوریت دستکش و ماسک رو تو راه میپوشیم و به خاطر همین تو کابین جلو میذاریم که دم دستمون باشه. یه دونه کپسول آتش نشانی هم این پایین داریم واسه کابین جلوه و همین صندلی های خیلی خوبی هم داره. میگم این کد جدیدیه و داشبوردش هم که اینجاه. یه سری برگه براحت و چیز میز که لازم داشته باشیم هم اینجا میذاریم. حالا قبل اینکه بریم کابین عقب یه سری چیزا مونده که بهتون نشون بدم. اونم حالا برق کابین جلوه. اینا هم که خب تو هر ماشینی هست آفتابگیر. ما 2 تا وسیله این بالا داریم، یه دونه بیسیمه برای ارتباط با مرکز خودمون و یه دونه هم دکمه است واسه روشن کردن حالا اون چراغای گردون بالای آمبولانس که ما بهشون میگیم آلارم و یه دکمه هم که واسه آژیره و این بلنگو هم که واسه صحبت کردن با راننده هایی که حالا جلو هستن یه موقعی اگر لازم باشه. دیگه فکر نکنم چیزی از کابین جلو مونده باشه. بریم عقب با هم ببینیم. ورود به کابین عقب ما 2 تا راه داریم، یه دونه در بغله یه دونه در عقبه. حالا من از در بغل میخوام وارد بشم، در کشویی. اینم کابین عقب آمبولانس توی دید اوله که من تک تک باز وسایل رو واسهتون به زبون ساده توضیح میدم که یه تجربه‌ای بشه واسهتون که توی آمبولانس اومدین. اول که وارد میشیم ما برق آمبولانس رو برق کابین رو باید روشن کنیم که توی این آمبولانس اینجا روشناییاشو روشن میکنیم. یه دید کلی نگاه کنید شما این آمبولانس رو. یه سری تجهیزات داره که تو همه آمبولانس ها هست، منتها مکانش فرق داره. یعنی اینجوری نیست که این آمبولانس هیچ تجهیزاتی نداشته باشه ولی این آمبولانس که حالا نوعه تجهیزات زیاد داشته باشه. نه، یه سری تجهیزات همیشه باید باشه و توی همه آمبولانس ها هست، مثل برانکارد و این تجهیزاتی که میبینید توضیح میدم هست، فقط جاش فرق داره. مثلا مثل چیدمان مثلا آشپزخونه یه خونه که هر کسی یه جوری چیدمان میکنه. آمبولانس‌های تویوتا معمولا سقفاش کوتاهه به نسبت آمبولانس‌های بنز، به خاطر همین بیشتر ما سرمون میخوره به سقف. خب اول از بالا شروع کنیم. یک سری محفظه داریم اینجا دور و بر 4 تا که بازم ما طبق سلیقه خودمون و اینکه رادست خودمون چی باشه میچینیم. حالا اینجا محفظه اول ماسکای اکسیژن رو میذاریم. میبینید ماسکای اکسیژن مدل‌های مختلف داره، اطفال داره، بزرگسال داره، با بگ داره که حالا اونا تخصصی میشه. فقط میخوام بهتون نشون بدم چیزایی که براتون جذابه. محفظه دوم اینجا ما انواع سرمو داریم
و محفظه سوم و چهارم اینجا اومدیم ما کلارای گردنی ما بهش میگیم. خیلیاتون دیدین شاید کسی که تصادف کرده با موتور یه وقتی افتاده اون چیزی که به گردنش وصل میکنن که یه موقعی حالا مهرهای گردنش تکون نخوره رو ما توی این محفظه نگه میداریم که سایزهای مختلفی داره، ایکس لارج و لارج و میدیوم و اینجور داستانا. این محفظه های بالا ته آمبولانس ما حالا این آمبولانس 2 تا کپسول اکسیژن داره، همه آمبولانس ها 2 تا دارن ولی این آمبولانس داخل کابین عقبه. بعضی از آمبولانس های بنز و اینا توی بیرونه، یعنی در اکسیژنی که کپسول میذاریم و کپسول رو باز میکنیم و چک میکنیم از بیرونه، ولی اینجا عقبه. کپسول اکسیژن هم چند تا قسمت داره، مانومتر داره حالا اینا، و اینکه ما هر روز اول شیفت اینو باز میکنیم و چک میکنیم که حتما پر باشه. حالا ببینید این عددی که الان هست روی 100، یعنی این کپسول کامل پره و اینکه هیچ مشکلی نداره. اینم شیر داره که شیر اکسیژنش میاد از این پشت میرسه به این 2 تا مانومتر، اون ماسکا به این وصل میشه و بعد به بیمار وصل میشه که اینا رو ما هر کدوم رو باز کنیم هر کدومش به یک کپسول وصل و ازش اکسیژن میاد وقتی که باز باشه. خب اینجا یه سری تجهیزات دیگه داریم. نگاه یه سری چیزای عمومی داریم مثل سطل آشغال و سطل سیفتی باکس که ما سرنگ و چیزای تیز رو ما اینجا میریزیم که درش حالا بسته میشه که یه موقعی با تکون خوردن اینا بیرون نریزه تو دستمون فرو نره. و یک سری کیفا داریم که مثلا این کوچیک‌تره کیف رزرو، اینجا هم کیف مثلا پانسمان و چیزای پانسمانه، ولی یه دونه کیف اصلی داریم که ما همیشه تو ماموریت‌ها با خودمون حمل میکنیم. من اینو کامل براتون آخر سر توضیح میدم که داخلش چه چیزایی هست چون جذابه. و کشو، نگاه آمبولانس ها هر کدوم یه چند تا کشو ممکنه داشته باشن واسه ابزار و وسایل مختلف. مثلا الان اینجا توی کشوی اول و اینم چیدمانش هم بسته به نیاز به اون وسیله است. کشوی اول معمولا وسایلیه که ما توی تزریقات استفاده میکنیم، مثل آنژیوکت، مثل سرنگ، مثل پد الکلی، چیزایی که دم دستیه و باید در اولین فرصت ما بهش دسترسی داشته باشیم. اینجا کشوی دومم باند و چیزای مخصوص پانسمان و جلوگیری از خونریزیه که ما اینجا داریم. حتی یه قیچی خیلی بزرگم داریم برای مواقعی که لازم باشه. این کشوی دومه و این برم یه کشو داریم. تو کشوی اول این ور تجهیزات تخصصی تره واسه کنترل راه هوایی که حالا اینجا هست، مثل ما بهش میگیم ایروی، نمیدونم نلاتون واسه ساکشن و اینجور چیزها که خب یکم تخصصیه. و اینجا هم اضافه اون داستان پانسمان و گاز استریل و دستکش استریل و چیزهای دیگه. یعنی ما میایم تجهیزات رو طوری توی آمبولانس جایگذاری میکنیم که رادستمون باشه، یعنی هر چی که ما بتونیم تجهیزاتی که بیشتر لازممونه دم دستتر باشه سرعت کار ما رو میبره بالا. حالا هر آمبولانسی به متناسب اون کشو جایی که داره ما میایم اون آمبولانس رو تجهیز میکنیم از وسایلی که بیشتر دم دستیمونه، بیشتر لازممونه، تا وسایل تخصصی تر که کمتر لازم میشه. خب اینجا چند تا تجهیزات داریم که این تجهیزات هم من بهتون بگم. خب تجهیزات دیگه ای که ما داریم مثلا این دستگاهی که اینجاه اسمش دستگاه ساکشنه. دستگاه ساکشن ترشحات مریض و حالت مکنده داره که باعث میشه که بیاد توی مخزن جمع بشه و دیگه توی ریه مریض نره و اگر یه موقع استفراغ کرد خونریزی زیادی توی دهانش داشت ما این ساکشن رو روشن میکنیم. و یه حالت مکنده داره که اینم از وسایل همین ساکشنه که باید متصل بشه، بعدم یه نلاتون سر این متصل میشه که حالا میاد ترشحات مریض رو اینجا توی باتلش توی مخزنش جمع میکنه. یه دستگاه خیلی مهمی داریم که خیلی مهمه واسه احیاء که همون الکتروشوک ما بهش میگیم. مدل‌های مختلفی داره. ما همیشه اول شیفت
میایم این الکتروشوک رو چک میکنیم از لحاظ کارایی، از لحاظ باتری، از لحاظ اینکه سالم باشه. چرا؟ چون موقع احیای قلبی ریوی چیزی که خیلی به دردمون میخوره و باید باشه الکتروشوک. خودتون هم میدونید تو کشورهای حالا دیگه جاهای مختلف شهر از این دستگاه هست و همه مردم میتونن از این دستگاه استفاده کنن، دستگاه پورتابل و قابل حمله. ولی حالا ما بیشتر توی آمبولانس ها داریم، من ندیدم که تو سطح شهر جایی باشه. و حالا روشنش میکنیم، چک میکنیم که من نمیخوام زیاد تخصصی راجبش صحبت کنم. این هم از دستگاه الکتروشوک که همیشه باید سالم باشه، همیشه باید شارژ داشته باشه، همیشه باید با 100% کارایی باشه. چرا؟ چون یکی از مهمترین چیزاییه که وجود داره. ما این پایین حالا جاهای مختلف یه سری پکایی داریم این شکلی که ما بهش میگیم ست زایمان، برای ماموریت هایی که حالا زایمان هست و مادر باردار هست و اینا، کامل استریل داخلش و تمام چیزایی که برای به دنیا آوردن یک نوزاد لازم باشه رو ما تو این پکا داریم که 2 تا از اینا هست. یه دونه اونجا هست که واسه اینه که تو این ماموریت ها دیگه ما به مشکل نخوریم از لحاظ تجهیزات. اینم همیشه توی همه کدا وجود داره. میگم جاهاشون فرق داره. کیف اصلی که گفتم براتون توضیح میدم که خیلی جذابه، اول توضیح بدم، بعدش میرم سراغ برانکارد و باز کردن و جمع کردنش که یک چیز باحالی داره که بهتون توضیح میدم. قبل از اینکه من کیفو توضیح بدم، شما یادتون نره لایک کنید، سابسکرایب کنید. من تو ویدیوهای شورت آموزش کمک‌های اولیه ضروری رو دارم میدم به صورت رایگان. حتما از چنل استفاده کنید که خیلی مفیده. چیزیه که تو جامعه ما خلأه و من اومدم اون خلأ رو برطرف کردم و آموزش کمک‌های اولیه دارم بهتون میدم بدون ریالی هزینه. خب بریم کیفو اینجا بررسی کنیم با هم. این کیف اصلیه که ما توی ماموریت‌ها با خودمون میبریم. حالا محفظه‌های مختلف داره که محفظه‌هاشو یکی یکی با هم چک می‌کنیم. این محفظه جلوش حالا اینم سلیقه‌ایه ولی ما بیشتر دم دستی‌ها رو میگم با هم میچینیم. مثلا تو این زیپ جلوش که دم دستی تره تجهیزات رگگیریه. حالا شاید سوال بشه براتون که این تجهیزات رگگیری آنژیوکاتینا که توی کدم وجود داشت. آره توی کدم وجود داره، ولی وقتی هست که ما میریم خونه مریض و یا جایی که کد مجبوریم آمبولانس رو دورتر بذاریم، به خاطر همین تجهیزات ما تو کیف میبریم که کار مریض رو سریعتر اونجا تو سر صحنه انجام بدیم و دیگه آمبولانس فقط برای انتقال باشه. ولی گاهی هست نه، مثلا صحنه تصادف، آمبولانس کنار مریض پارک میشه و مریض اول انتقال پیدا میکنه، بعد از تجهیزات داخل میایم کارهای مریض رو انجام میدیم. دیگه کیفو باز نمیکنیم. کیف برای مواقعیه که یا ما مثلا میخوایم بریم توی خونه مریض یا مریض فاصله داره از آمبولانسی که حالا وجود داره. پس این زیپی که جلوه برای تجهیزات رگگیریه. زیپی که بغل وجود داره، حالا اینجا ما اومدیم تجهیزات تخصصی تر واسه راه هوایی رو گذاشتیم. حتی از این اسپری های کسایی که آسم دارن استفاده میکنن، سالبوتامول هم ما توی تجهیزاتمون وجود داره. نگاه کنید تجهیزات ما کامله، یعنی تمام چیزهایی که برای نجات جون یک بیمار وجود داره و میشه استفاده کرد و ما تو کل آمبولانسامون داریم. یعنی اینجوری نیست که ما یه موقعی توی ماموریت میایم مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه کارهای اولیه مریض رو انجام میدیم و میگن که خب چرا وایستادیم ببریم بیمارستان. این یک بیمارستان سیاره، تمام تجهیزاتی که تو بیمارستان وجود داره اینجا هم وجود داره. پس ما اول کارها و اقدامات اولیه‌ای رو لازم میدونیم انجام میدیم، بعد بیمار رو به بیمارستان انتقال میدیم. حالا این زیپ بغلش رو ببینین. اینجا ما میایم همون تجهیزاتی که برای پانسمان، بانداژ و غیره وجود داشت رو اینجا هم میذاریم برای موقعی که ما آمبولانس از مریض دوره و میخوایم با تجهیزات با کیف میریم سر محل فوریت. اینم زیپ اصلیشه. زیپ اصلیشو بیایم از نزدیک ببینیم. یه سری تجهیزات هست من حالا سریعتر توضیح میدم. نگاه کنین این ماسک، نمیدونم گاز وجود داره، قیچی وجود داره، دستگاه فشار، دستگاه قند، دستگاه پالس اکسیمتر و داروهای حیاتی. این خیلی مهمه که داروهای اینجا وجود داره که داروها همه داروهای
حیاتی هستن. کیف دارویی داریم و تجهیزات تخصصی تر هم اینجا هست، مثلا لارنگوسکوپ داریم، چیزایی داریم که خیلی تخصصی تره که نمیخوام اونجوری توضیح بدم. و حتی مثلا یک سرم هم ما داخل این کیف میذاریم برای مواقعی که دوریم از آمبولانس و میریم به سمت محل فوریت و مریض و باید سرم تراپی انجام بدیم، بعد مریض رو انتقال بدیم موقعی که فشارش خیلی پایینه و حالا شرایط پزشکی دیگه. بریم با هم برانکارد رو بررسی کنیم. این که همتون میدونین برانکارد، اینو براتون در میارم و کامل توضیح میدم که چه شکلیه، چون برای همه جذابه. و اینکه اینم که پتوه همیشه توی کت هست، چه تو سرما چه تو گرما. زیر این محفظه صندلی‌ها هم معمولا وسایل رو میذاریم که حالا یکم جمع جورتره و جا میشه اینجا. مثلا این ما بهش میگیم برزنتی، به عنوان برای جابجایی مریض ما استفاده میکنیم. و آتلای مختلف هست، نمیدونم اینجا ما یک کپسول اکسیژن داریم، یه لحظه من درش بیارم. اینا آتل آماده است، آتلای ابری آماده است که اینجا هست که 2 تا ازش داریم، یه دونه بزرگ یه دونه کوچیک. و اینم کپسول اکسیژنه، کپسول اکسیژن کوچیک یا پورتابل برای موقعی که ما ماموریت‌های تنگی نفس میخوره و میخوایم بریم تو خونه مریض و به ما اعلام میکنن که مریض تنگی نفس داره، ما اینو با خودمون تو خونه مریض از بالای سر بیمار میبریم تا جابجا بشه بیاد تو آمبولانس که از این کپسول استفاده کنیم. به خاطر همین کوچیکه، قابل حمله و اینکه حجمش کمتره، ولی فقط برای جابجایی بیمار تا خود آمبولانسه. توی آمبولانس ما از این کپسول‌های بزرگ استفاده می‌کنیم که قبلش توضیح دادم بهتون. برای درآوردن برانکارد خب طبیعیه در عقب کابین آمبولانس باید باز بشه کامل که برانکارد در بیاد. برانکارد جایی که وجود داره اینجاه. ما اول اینو باید بیاریم پایین. یه دونه دستگیره داره، حالا هر آمبولانسی فرق داره، ولی این آمبولانس این دستگیره شما باید آزاد کنیم تا این قفلش آزاد بشه. بعد برانکارد رو میکشیم بیرون. موقعی که برانکارد رو میکشیم بیرون چرخاش خود به خود باز میشه. بعد که باز شد دیگه برانکارد آماده حرکت کردنه. حالا این برانکارد مدل‌های مختلفی میشه، یعنی حالت خوابیده میشه، حالت نشسته میشه، یعنی یک این شکلی باید دستگیره‌ای که اینجا داره وقتی که حالا دستگیره رو فشار میدیم سر برانکارد بالا و پایین میشه برای پوزیشن مریضی که حالا ما تشخیص میدیم که مریض چه پوزیشنی باید داشته باشه، باید درازکش کامل باشه، باید نیمه نشسته باشه یا نشسته باشه. و برانکاردهای ما هم معمولا میخوابه، یعنی همشون این شکلیه که ما چرخ جلوشونو اینجوری کج میکنیم، بعد این دستگیره رو که فشار بدیم برانکارد کامل روی زمین میخوابه و به راحتی میتونیم مریض رو اینجا از روی زمین بذاریم رو برانکارد، کارمون رو راحت تر کرد. این برانکارد تبدیل به صندلی هم حتی میشه و اینکه حالا ما برانکارد رو بخوایم وارد کنیم فقط کافیه که ببریمش توی ریل. یه دستگیره اینجا داره، دستگیره رو ما میگیریم پل میدیم، برانکارد خودش رو ریل جا میخوره و دقیق میره اینجا و دیگه قفل میشه. به هیچ عنوان این قفل دیگه باز نمیشه. حالا یه فضای زیر این برانکارد طراحی کردن که ما یه وسیله‌ای داریم به نام بکبورد که این زیر قرار میگیره. این هم واسه جابجایی بیمار استفاده میشه، مخصوصا بیمارایی که حالا آسیب مهره‌های کمر دارن، تصادفی هم و غیره. ما از این بکبورد استفاده میکنیم برای جابجایی که جای دست داره، خیلی سفت و محکمه و توی هر آمبولانس جاش فرق داره. علاوه بر این تجهیزات ما یه سری تجهیزات تخصصی تر هم داریم که تو جاهای مختلف میتونیم ما اینا رو ببینیم. مثلا اینجا ما یه وسیله داریم حالا به نام اسکوپ، یا جلو ما یه وسیله داریم به نام چیر که ما توی شرایط مختلف از این وسایل تخصصی استفاده میکنیم. در واقع این آمبولانس یا هر آمبولانسی دیگه هر چقدر هم که قدیمی یا نو باشه از نظر تجهیزات یک بیمارستان سیاره، یعنی ما همه چی رو میتونیم توش پیدا کنیم. هر وسیله‌ای که لازم داریم واسه احیا، واسه کمک به بیمار ما اینجا میتونیم پیدا کنیم.
این ویدیو رو هم گذاشتم برای شمایی که عاشق آمبولانسین، میخواستین داخل آمبولانس رو ببینید. خیلی به من گفته بودین، براتون گذاشتم. لایک یادتون نره، سابسکرایب یادتون نره و اینکه زنگوله پیجم فعال کنید که ویدیوهای آموزشی، آموزش‌های کمک‌های اولیه در اولین فرصت واسهتون نوتیفیکیشنش بیاد و بتونید اونا رو ببینید. حتما ویدیوهای دیگه چنل رو ببینید و با من همراه باشید. آمبولانس بنزم بعد از این با هم میریم و بررسی میکنیم. مخلص همگی.